هم دوستان یه مطلب جالب اینجا وجود داره که این کولر 3 فاز هستش و نگاه بکنید اینجا نوشته 0 A B C که این ما 3 تا فازمونه. اینجا اگه دیود داشته باشه یعنی اینکه پالس رو میگیره و این اپتوکوپلرها پالس رو منتقل میکنن به میکرو که میکرو بفهمه 3 تا فاز وصله، چون اگه فاز یکیش هم وصل نباشه میتونه کمپرسور رو آسیب ببینه. خب ولی اگه اینجا دیود گذاشته بودن احتمال 90% باید پالس بده، یعنی میاد اینجا فرکانس برق شهر رو اندازه‌گیری میکنه و به میکرو اطلاع میده. ولی اینجا توی تقسیم کننده ولتاژی هستش، فقط برای این هستش که دیود این ور روشن بشه ما رو اپتوکوپلر و از این طرف ترانزیستورش رو درایو بکنه تا میکرو بفهمه که هر 3 تا فاز وصله. پس ما باید به این نکته دقت بکنیم اگه دیود بود باید چیکار بکنیم؟ نمیشه اینا رو یه سری کرد، ولی اگه مقاومت بود با یه سری کردن این اپتوکوپلر رو میشه به سیستم کلک زد تا برای تست بتونیم ازش استفاده کنیم.